میدانید بعد از مرگتان چی می شود؟ بعد از چند ساعتی کوتاه گریه ها آرام می شوند. اهل و عائله‌تان با خوراک شام تیاری می بینند. بعضی خویشانتان صحبتی گذشتنتان را می کنند. چی طور و چی شد؟ بعضی نزدیکانتان می گویند بخشش در معرکه آمدن نمی توانیم. راهبر کارخانه‌تان در جای شما کارگری دیگر می گیرد. بعد از چند روز فرزندانتان باز با کارهای خودشان مشغول می شوند. بعد از یک ماه همسر یا شوهرتان نشسته خندان فیلم های هجوی تماشا می کند. شما به حد زود فراموش می شوید. وقتی که انسان ها شما را اینقدر زود فراموش کنند، پس برای کی زندگی می کنید؟ شما تمام عمر خواطر بودید که انسان ها شما را چی فکر می کنند؟ هیچ چیز. پس زندگی را برای خودت بکن.